جئنا تبصرة عن كل ضلال. سوره فلق 113 سوره قرآن بوده. در مکه مکرمه نازل شده. از 5 آیت عبارت است. در این سوره فلق الله مهربان برای مردمی که به سوی او پناه میبرند حمایه خودش را اعلان داشته است. حمایه او همیشه به خوف آسودگی و آرامی را تأمین می نماید. پروردگار مهربان و غمخوار آن مردم است که او تعالی را با دعا یاد می کنند و خود را در پناه او می گیرند. بنابراین سوره فلق نوع صحیح و مخصوص پناه بردن مردم را از بدی کل مخلوقات زیان رسان به حمایه رحمان تعلیم داده است. از آن جمله از بدی شب هر وقت تاریک شود و فاجران و بدکاران از مکانهایشان بیرون آمده پریشان شوند و بر نفسها ترس و وحشت حکم فرما شود. در خاتمه سوره باشد به الله پناه بردن را از بدی کل ساحران و حسد خورندگان و همچنین از کل بدی هایی که در عالم عرض وجود دارند بیان ساخته است. این سوره یکی از آن 2 سوره است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دائما خودشان را به آن دم و نفس می نمودند. این بود نظر به مقدمه سوره فلق. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. قل اعوذ برب الفلق. بگو یعنی ای محمد پناه میبرم به پروردگار صبح. الله تعالی به حبیب خود صلی الله علیه و سلم فرموده است که ای رسول من صلی الله علیه و سلم هر وقتا که تو را پناهگاه و معالجه لازم شود بگو پناه میبرم به پروردگار صبح. چنان صبحی که با امر و فرمان اطاعت پروردگار خود پرده تاریکی شب را می درآورد و ظاهر می گردد. در معنای کلمه فلق لغت بسیاری را استعمال کرده اند، اما قول صحیح بر این است که فلق صبح است. برای اختصار شدن سخن یک چند روایت ها را انشاءالله اینجا ذکر میکنیم. یکم، فلق خانه است در جهنم، چون هر وقت در آن گشاده شود از شدت گرمی خانه تمام اهل نار به داد و فریاد می درآیند. دوم، یا چاه است در جهنم سرپوشیده. سیوم، یا اشارت است به سوی قادر متعال یعنی ذاتی که با دور کردن ظلمات سخت قادر است. او با دور کردن خوف و خطر از کسانی که از جوار رحمت او پناه می جویند نیز قادر است. بعضی از مفسرین در شرح مضمون آیت مذکور چنین فرمودند: از بین همه مخلوقات خاص گردانیدن صبح و پناه جستن به پروردگار صبح برای آن است که عادتاً بعد تاریکی سخت
روشنی صبح آهسته آهسته پیدا می شود. اینجا اشارت است به ترتیب آمدن خرسندی ها بعد کشیدن غم و اندوه، آمدن حالت آرامی بعد خوف و خطر و انتظاری دور و دراز و غیره. چنانه که در سوره ضحی اشاره شد، طلوع صبح هم اشارت است و هم بشارت. انسان نباید در مشکلات خود دل شکسته شود، بلکه دائما در دعای و در پناه جستن از پروردگار باشد، زیرا می رسد وقتی که الله تعالی با او کشایش عطا فرماید. من شر ما خلق. آیت 2. از بدی تمام آنچه که الله خلق کرده است. الله تعالی به حبیب خود صلی الله علیه و سلم فرموده است که از شر جمع مخلوقات ضرر دهنده که آنها را هم الله برای حکمت خلق نموده است، به خالق آنها پناه ببر، زیرا او تعالی چنان ذات است که تو را در نزد خود مقام و پناهگاه می دهد. همچنین در آیت 3: و من شر غاسق اذا وقب. و از بدی شب هر وقتا که تاریک شود. در این آیت امر و فرمان الله تعالی بر پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم رسیده است که از بدی شب هر وقتا که مهتاب غایب و تاریکی به دنیا حکم فرما شود، مخلوقات ضرر رسان مثل درندگان، خزندگان، جینان، دزد و غارتگران در حرکت شوند. تو ای حبیب من صلی الله علیه و سلم از این حالتها در حذر شده از شر و زیان آنها از جوار رحمت پروردگار خویش پناه طلب نما، نه از غیر او. همچنین در آیت 4: و من شر نفسات فی العقد. و از بدی زنان نفس زننده یعنی جادوگر در گره ها. در این آیت الله تعالی فرموده است که از بدی زنهای سحرگر که رشته ها را گره می کنند و آن گره ها نفس و دم می اندازند تا که بنده های الله را ضرر رسانند یا زن و شوهر را از هم جدا سازند یا علاقه زن و شوهر را بندند. به پروردگار خود پناه بر. سحر ساحران چنانه که در آیت 102 سوره بقره گذشت به انسان تأثیر دارد. آیت 5: و من شر حاسدین اذا حسد. و از بدی حسودان هر وقتا که حسد برند. و ای محمد صلی الله علیه و سلم پناه بر سوی پروردگار خویش از شر حسد خورندگان مثل لبید ابن اعصم. در روایت آمده است که لبید یهود با همراهی دخترانش به واسطه یک خدمتگار یک چند دندانه شانه و موی سر آن حضرت صلی الله علیه و سلم را پیدا نموده در ریسمان 11 گره انداخته، در هر گره سوزن دندانه از شانه و موی آن حضرت نهاده، دم انداخته، جادو نموده، آن را در زیر سنگ در یک چاه پنهان نمودند. به روایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا مدت 6 ماه نزد مادرهایمان رفته نتوانستند. بعد 6 ماه الله تعالی آن سحرگر سحر و جای آنها را با واسطه ملائک به رسول خود صلی الله علیه و سلم در خوابش نشان داد.
آن حضرت صلی الله علیه و سلم به یارانش فرمود و آن رسمان را آوردند. الله تعالی حبیبش را به خواندن این دو سوره مبارکه امر نمود. هنگامی که هر یک آیت را از این سوره ها می خواند، یکی از آن گره ها گشاده می شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در خودش یک سبکی حس می کرد. چون همه آیت های این دو سوره خوانده شد، همه آن گره ها گشاده شد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از جایشان برخاستند، مثل این که از بند آزاد شده باشند. به همین مضمون دیگر روایت های دراز هم هست، اما ما اینجا مختصرش را آوردیم. همچنین پناه طلب کن به سوی پروردگار خود از زخم چشم، چون که آن اثر می کند. در تاثیر زخم چشم شک و شبهه نیست. یعنی با عباره دیگر کینه در آمدن. خلاصه حسد بدترین صفتهای انسان است، زیرا بخل و طغیان را به میان می آورد. انسان نباید حسد برد، بلکه از پروردگار طلب کند که مثل نعمتهای به کسی دادهش بر او نیز عطا کند. اولین بدکاری های حیاتی عالم نیز از حسد سر شده است. به یاد آرید قصه هابیل و قابیل را، یا حضرت آدم و شیطان لعین را. شیطان بر آدم علیه السلام حسد کرد، رانده درگاه الهی شد. از این خلق بد حسد بری که بر سر جمعیت انسان عاقبت های ناخوش می آورد، به کلی دست کشیدن لازم است. حسد برده آه و واه کشیدن نادرست است. به جای این ماشاءالله گوید. چشمتان به کسی یا چیز تاثیر نمی کند. پایان سوره فلق. ولله الحمد. معنا نهج حياة جئنا تبصرة